عرض ادب و احترام با درود بر شما دوستان. اگر دوست دارین بدونین که قضیه پایین آوردن کیلومتر تو آلمان چجوریه، تا آخر این ویدیو رو نگاه کنین. این ویدیو خود طولانی میشه چون من یه خود درد و دل و شکایت هم دارم. اگر این قضیه براتون مهمه لطفا تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. من یه ویدیوی پست کردم در رابطه با اینکه اگر یه ماشین دیزل میخرین، اون ماشین دیزل معمولش اینه که باید سالی 30,000 کیلومتر، حالا بگیم 25، اصلا میگیریم 20. گفتم یه ماشین 10 سال قدیمی دیزل وقتی میخرین کیلومترش باید بین 270 تا 300,000 کیلومتر باشه، اصلا میگیریم بین 200 تا 300,000 کیلومتر. گفتم اگه یه ماشین 10 سال قدیمی عذرخواهی میکنم پیدا کردین دیزل بود و کیلومتر 100,000 کیلومتر بود، شک کنید. آقا نگفتم نخرید، نگفتم وجود نداره، من گفتم از هر سه تا ماشین، اونم من نگفتم، سایت های معتبر آلمان که مثل آدآسه که همه چیزا تست میکنه، وقتی یه ماشین صفری ساخته میشه اختراع میشه، آدآسه میاره اون ماشین از لحاظ محکم بودن و ایمنی همه چی تست میکنه. گفتم برین سایت آدآسه آلمان رو نگاه کنین ببینین نوشته چی. نوشته از هر سه تا ماشین توی خیابون آلمان یکیش کیلومترش اومده پایین. آقا من نگفتم همه ماشینا، من نگفتم وجود نداره، من خودم هم ماشین داشتم مال 15 سال پیش دیزل 120,000 تا راه رفته بوده، ولی وقتی یه ماشین دیزلی را میارن در نمایشگاه من و من میبینم این ماشین 10 سال قدیمیه، کیلومترش ولی 120,000 کیلومتر، اون موقعی که از طرف مدرک میخوام، اگه بتونه با مدرک به من ثابت کنه که بله این ماشین واقعا طرف باش کم رانندگی کرده، یا میخرم ازش یا حالا میذارم براش میفروشم. اگر هیچ مدرکی وجود نداشته باشه، اگرم من اون ماشین رو بخرم اگر و بخوام بفروشم، من اون رو هیچ وقت به یه همزبانم نمیفروشم. آقا خانم عزیز دوست خوب، وقتی آدم یه نکته ای رو میگه، وقتی آدم یه پستی رو میذاره، وقتی آدم یه تجربه ای رو وسط میذاره که همه بتونن استفاده کنن، چرا اینقدر جبهه میگیرید؟ چرا اینقدر منفی نگاه میکنید؟ چرا بعضی وقتا بی احترامی میکنید؟ تو کدوم از صحبتهای من، تو کدوم از ویدیوهای من بوی از بی احترامی بودین؟ چرا جملاتتون دل آدمو میشکنه؟ آقا مگه من چی گفتم؟ یکی اومده نوشته بلش کنیم. یکی از دوستان خیلی دوست داشتنی مثلا گفته بود که آقا ماشینای دیجیتال ها کسی نمیتونه کیلومتر رو بیاره پایین. دقیقاً ماشینایی که سرویس هاشون دیجیتال سیو میشه توی نمایندگی ها رو نمیشه کیلومتر رو بیاره پایین. دقیقاً اونا هم میشه بیاره پایین. الان بهتون میگم چی جوری. ببین از اواخر یا اواسط سال 2008 این قضیه را بنزم شروع کرد دیگه. وقتی میری اونجا ماشینتو سرویس میکنی دیگه چیزی به اسم دفترچه نیست برات مهر کنن، دیجیتال یه برگه به شما میدن و اون تو تمام اروپا تو نمایندگی مرسدس سیو میشه. حالا خیلی از شرکت های آلمانی که دوستان فکر میکنن فقط کیلومتر پایین آوردن مال خارجی هست، نه، الان بهتون میگم یه سری از شرکت های معتبر آلمان چی کار میکنن. طرف ماشین صفر رو میره لیزینگ میکنه، از اونجا که میارتش بیرون، چون اکثرا قراردادهای لیزینگی اینجوریه که شما سالی 20,000 کیلومتر اجازه داری با اون ماشین بری یا 30,000 کیلومتر عذرخواهی میکنم، بیشتر از اون بری باید یه پولی بدی بابت هر کیلومتر. خیلی از شرکت ها یه چیزایی هست تو آلمان بهش میگن اشتوپا یا استوپر، یا یه دستگاهی هستش که توی ماشین شما وصل میکنن، ماشین شما 1 کیلومتر که میره 500 متر کیلومتر میندازه، یعنی 100,000 کیلومتر که میری کیلومتر ماشین 50,000 کیلومتر، تمام کامپیوترهای ماشینت هم 50,000 کیلومتر رو سیو میکنن. حالا یارو چیکار میکنه؟ 15,000 کیلومتر که میره میفهمه که خب این ماشینش 30,000 تا رفته، میره کجا؟ میره یه جای معمولی، یه روغن و فیلتر و یه سرویس کامل واقعا میکنه، نمیگم سرویس نمیکنه. 15,000 کیلومتر که میشه ماشینش میفهمه که 30,000 تا شده دیگه، چون دستگاه رو گذاشته. وقتی میشه 30,000 کیلومتر میره نمایندگی اونجایی که ماشین خریده، اونجا میذاره یه سرویس میکنه. یعنی شما بعد از 3 سال یه ماشین لیزینگی که
180,000 کیلومتر راه رفته ولی کیلومترش چقدره؟ روش نوشته 90,000 کیلومتر. ماشینم مرتب ازش استفاده شده، فقط یه نفر ازش استفاده کرده، صندلی‌های شاگرد و عقب هیچ کس نشسته. یعنی اون ماشین کارخونه بنزن ببری نمیتونه در بیاره که این کیلومتر این ماشین واقعی نیست. منم نمیدونم چی کار کنم. من خودم ماشین از نمایندگی بنز خریدم، مثلا 160,000 کیلومتر بوده، بردم دادم یه جا چکش کرد، چون خیلی هم داره طولانی میشه. من بعد از سالها تجربه، من و افرادی مثل من و همکارای من واقعا تو ماشین میشینن یه دور میزنن، چند جا هستش که میشه نگاه کرد، اونم با نگاه میشه شک کرد که این کیلومتر درسته یا نه. آقا من ماشین از نمایندگی بنز خریدم، بنزم مقصر نبوده، ماشین کیلومترش 160 بوده، وقتی بردم دادم کامل چکش کردم چون شک کردم که اون ماشینم بردم دوباره پس دادم، بنزم پس داد به صاحبش. ماشین کیلومتر 160 بود، وقتی خلاصه 320,000 کیلومتر از اون دستگاه استوپا گذاشته بودن، ولی اون کسی که این دستگاه گذاشته بود یه خود ناشی بود، یکی از کامپیوترها سیو کرده بود کیلومتر واقعی ماشین. آقایون، خانوما، دوستان، این قضیه کیلومتر اصلا ولش کنید، برید ماشینی بخرید که سلامت باشه. چرا فکر میکنین یه ماشین آقا من الان نمیگم بیاید از من ماشین بخرید، خدا را شاهد میگیرم، به همه مقدسات قسم، من خوشحال میشم اگر همزبانان از من ماشین نخرن، چون اینجوری دوستیمون میمونه. چون طرف میاد یه ماشین میخره 1000 یورو، 1500 یورو، 2000 یورو، بعد از 6 ماه بوقش کار نمیکنه، میخواد به من زنگ بزنه آقای منصورخانی این ماشینی که اومده آقا بوقش کار میکرد روز اول. واسه همین دوستیم نمیخوام با کسی، نمیخوام هیچ کس از من ناراحت بشه. به همه مقدسات این چیزایی که میگم، نمیگم بیاد از من ماشین بخرید. آخه یه نفر دیگه هم پرسیده بود که این حرفایی که میزنی موقع خریدم به مشتری میگی من چه بخرم چه بفروشم؟ من به تک تک مشتریای همزبانم راجع به این کیلومتر توضیح میدم که آقا ماشینای آلمان هر 3000 تا از هر 3 تاش ببخشید یکیش واقعی نیست. داستان این کیلومتر من واسه همه میگم، چه بخوام بفروشم چه بخوام بخرم. خیلی سرتون رو درد آوردم. اینقدر دنبال کیلومتر نباشید، دنبال سلامت باشید، دنبال این باشین ببینید اون ماشینی که دارین میخرین سر وقت سرویساش انجام شده یا نه. یه توضیح دیگه هم راجع به معاینه فنی بدم. یه دوستی گفته بود با معاینه فنی میشه بفهمی، با معاینه فنی هم نمیتونی بفهمی. من یه ماشین دارم الان کیلومترش 120,000 کیلومتره، میبرمش معاینه فنیشو میکنم، توش هم مینویسن 120,000 کیلومتر. 2 سال دیگه من دوباره باید برم معاینه فنی دیگه، درسته؟ اون موقع فکر کنید 2 سال آینده کیلومتر ماشینم شده 200,000 کیلومتر. کیلومتر که توی معاینه فنی قبلیم ثبت شده 120، الان 200,000. اگه من اون ماشین رو ببرم بکنمش 140,000 کیلومتر و دوباره ببرمش توفش کنم، شما که از من میخری ماشینا میبینید توف قبلی 120,000، توف جدید 140,000، میگی درسته دیگه. این وسط هم من یه بارم نمایندگی نرفتم، همه سرویس های ماشینا آوردم گذاشتم یه جای شخصی برام انجام دادم. یه خورده با هم مهربون باشیم. آقا من خدا که نیستم، من یه سری تجربه دارم میذارم وسط که همه بتونین استفاده کنین دیگه. میگم من تجربه دارم، میگم من ماشین فروشی دارم. آقا من کوچیکترین ماشین فروشی آلمان رو دارم، ماشین فروشی و نمایشگاه منم کمترین آپشن یه ماشین فروشی تو آلمان هم ماشین فروشی من داره. وقتی من میگم ماشین فروشی، وقتی میگم من میخرم، نمیخوام من کنم. من کوچیکترین ماشین فروشی آلمان، کم آپشن ترین ماشین نمایشگاه اتومبیل آلمان دارم، ولی اون چه تجرباتی که دارم گذاشتم وسط دیگه. حالا اون جایشی که دوست دارین استفاده کنید. اگر یه جای رو اشتباه میگم محترمانه هم میشه بنویسید آقای منصورخانی به نظرتون اینجا اینجوری نیست. آقا چرا جبهه میگیرین؟ چرا دل آدما میشکنید؟ آقا این کیلومتر رو بیخیال شین، دنبال یه ماشین سالم باشین، نه دنبال یه کیلومتر پایین. ماشینی که توی 20 سال با 60,000 کیلومتر راه رفتن خیلی بدتر از اون ماشینیه که توی 20 سال 300,000 کیلومتر باش راه رفتن. برین تحقیق کنین. ماشینی که صبح روشن میشه طرف میره 2 کیلومتر اونورتر باش خرید میکنه میارتش خونه، ماشینی که در سال 60,000 کیلومتر بره و همیشه توی راههای طولانی باشه خیلی از اون ماشینی که توی 20 سال 60,000 تا راه رفته بهتره. برین تحقیق کنین. اگه اشتباه میگم محترمانه ولی بنویسین.
چه اونایی که بی احترامی میکنن، چه اونایی که به من احترام میذارن، همتون رو دوستتون دارم. هر کاری هم داشته باشین در خدمتگزاری تک تک شما همزبانان هستم. یه خود مهربون باشید با هم، یه خورده مثبت‌گرا باشین، اینقدر به نکات منفی یه چیزی نگاه نکنید. خیلی سرتون رو درد آوردم، ببخشید.